میکنی میتونی یه قاتل رو تشخیص بدی؟ خیلی‌ها فکر میکنن میتونن، چون تو تصوراتشون یه صورت بیروح و خشن رو در نظر دارن. اما اگه بگم بعضی از جنایت‌ها هستن که توسط خیلی جوان‌ترها که صورت پاک و معصومی هم دارن انجام میشه، اون موقع چی میگی؟ آره درسته، منظورم بچه هاست. آمارجیت سادا اسمیه که ممکنه به گوشت هم نخورده باشه، اما به یه اتفاق جهانی تبدیل شد. جوان‌ترین قاتل سریالی دنیاست. فقط 8 سالشه. آمارجیت تو سال 1998 تو بوهار هند به دنیا آمد. تو سال 2004 با خانواده‌اش به روستای موشاهار نقل مکان کردن، چون پدرش یک کار جدید اونجا پیدا کرده بود و تمام اعضای خانواده‌شون هم اونجا بودن. بچه‌ها مدت طولانی از روز و بیرون با هم دیگه بازی می‌کردن، اما چیزی نگذشت که رفتار آمارجیت عوض شد و شروع کرد به آسیب رسوندن به بچه‌های دیگه. مدتی گذشت تا اینکه اوضاع روستا یکم عجیب شده بود. اهالی روستا متوجه شدن که یکی از دختر بچه‌های خانواده سادا ناپدید شده. مدتی بود هیچ کس اونو ندیده بود. با خودشون فکر کردن شاید با یکی از فامیلاش به شهر دیگه رفته و داره اونجا زندگی میکنه و شاید اصلا مرده. چند وقت بعد اتفاق مشابهی افتاد. یکی از مادرهای خانواده سادا مدتی بود بدون نوزادش بیرون میومد و این شروع گمان زنی ها شد. همسایه ها از خانواده سادا دوری میکردن، چون براشون عجیب بود که چجوری میشه دوتا از بچه های یه خانواده یهو ناپدید بشن. چرا هیچ کس به پلیس خبر نمیده؟ اما چرا خب وقتی خانواده‌اش چیزی به پلیس نگفتن کس دیگه‌ای هم چیزی نگفت؟ به من چه؟ وقتی برای خانواده خودش مهم نیست برای من باشه؟ مرگ واسه همسایه است. هر روز صبح چانچاندبی دختر نوزادش کشبو رو به مدرسه میذاشت و خودش به سر کار میرفت و به نظرش اونجا امن‌ترین جایی بود که میتونه دخترش رو بذاره. اما اون روز بعد از اون وقتی به اونجا رفت تا دخترش رو بیاره، هیچ خبری از کشبو نبود. انگار هیچ وقت اونجا نبوده. هیچ کس ندیده بود که کسی کشبو رو از اونجا ببره. چانچان که خیلی نگران بود به سمت روستا برگشت تا شاید بتونه دخترش رو اونجا پیدا کنه. یکی از اعضای خانواده سادا بهش گفت که شاید بدونه که دخترش کجاست. اون چانچان رو به اداره پلیس برد و با هم به سمت زمین بازی بچه ها رفتن. به مضمون اشاره کرد. اون کسی جز آمارجیت نبود. اون گفتش که نمیدونه کشبو کجاست. اما بعدش گفت که میدونم کجاست چون خودم اونو اونجا بردم. اونا رو به قسمتی از روستا برد که کمتر کسی از اونجا رد میشد. به یه گور کم عمق اشاره کرد و گفت کشبو اونجاست. اون گفت وقتی کشبو تو مدرسه خواب بوده اونو بغل کرده و به اونجا برده و با سنگ اونو کشته و بعد اونجا خاکش کرده. پلیسا همین الانش هم میدونستن که این مورد رو هیچ وقت نمیتونن از ذهنشون پاک کنن، چون هم مقتول بچه است و هم قاتل. باور نکردنی بود. هیچ کس نمیتونست باور کنه، اما اتفاق افتاده بود. موقع بازجویی لبخند میزد و از پلیسا شیرینی خواست و اصلاً پشیمون نبود. همون موقع متوجه شدن که این بچه مشکل روانی داره، سایکوپته. سایکوپت به کسی میگن که از نظر روانی و احساسی هیچ احساساتی رو درک نمیکنه. هیچ عاطفه‌ای نسبت به حیوانات و انسان‌ها نداره. احساس پشیمونی نداره. ضد اجتماعیه. در پی دستگیری اون چیزهای دیگه هم مشخص شد. معلوم شد اون دو دختری که ناپدید شدن هم آمارجیت کشته. اون سریع به کارش اعتراف کرد و گفت که چی کار کرده. اون دخترعموی نوزادش رو با گهوارش به جنگل برده و با سنگ کشته و روشو با شاخ و برگ پوشونده. بعد به خونه اومده و به خانواده‌اش گفته که چی کار کرده. اما اونا هیچ کاری نکردن. چند وقت بعدش دخترعموی 6 سالش رو به جنگل برده و با سنگ کشته و بعد دوباره اومده به خانواده‌اش گفته که چی کار کرده. ولی باز هم خانواده‌اش هیچ کاری نکردن. به پلیس گفتن که همون موقع تصمیم گرفتن این جنایت رو پنهان کنن، چون همین الانش هم 2 تا از اعضای خانواده‌شون رو از دست داده بودن و نمیخواستن یه پرده دیگه از خانواده رو از دست بدن. خودشون بچه‌شون رو تنبیه کرده بودن، فرستاده بودنش تو اتاق تا به کارهای بدش فکر کنه. آره دیگه، حتما اینجوری تنبیه کرده بودن.
وقتی روانپزشک اونو بررسی کرد متوجه شد که اون سادیسم هم داره و از آزار و اذیت دیگران لذت میبره. هند قوانین پیچیده‌ای در مورد کودکان مجرم داره. اگر کسی زیر 18 سال جرمی رو مرتکب بشه به زندان نمیره. اونا رو تو خونه‌های خاص نگهداری میکنن. اما چون آمارجیت برای همسن و سالهای خودش هم خطرناک بود، اونا تو یه محیط کاملا ایزوله نگهداری کردن به دور از بقیه تا ببینن تا 18 سالگیش باید باش چیکار کنن. اون تو سال 2021 وقتی که 23 سالش بود آزاد شد و بهش یه هویت تازه دادن تا بتونه یه زندگی عادی داشته باشه. اما برای من خیلی عجیبه. فکر کن یه کسی که مشکل روانی داره رو توی محیط ایزوله نگهداری بکنی به دور از بقیه، بعد اونو آزادش کنی. آدم سالم و توی محیط ایزوله نگه دارن مشکل روانی پیدا میکنه. اگه در مقابل ظلمی که به تو میشه سکوت کنی ممکنه باعث بشه اتفاقای ناگواری دامنگیر بقیه بشه که اون موقع از تو مسئولی.